محمد 4 رو ضبط کنی. از صبح تا الان 553 تا پیام، 162 تا کالی که نتونستم جواب بدم. مرسی این همه استقبال. سلام علیکم، انشالله که حالتون خوب باشه. با 4مین قسمت از برنامه دانش در خصوص قوانین و شرایط مهاجرت به امارات دبی در خدمتون هستیم. اصلا حوصله ندارم و حواستون جمع باشه. یه سوالایی برام فرستادین، من دیدم چقدر کار داره تا شما اصلا بخواید استارت کنید به مهاجرت. تکون نخورین از جاتون، فعلا همونجا که هستین بشینین تا من کامل همه چی شفاف براتون کلیر نکردم. هیچ حرکتی نکنید، هیچ حرکتی. من هستم، تماس بگیرید. اگه نتونستم تلفن جواب بدم روی واتساپ تکست بدین، وایس بدین، راهنماییتون کنم. خب ظرف دیروز تا امروز خیلی تعداد پیام و تماس‌ها زیاد شده، اغلبش هم البته تکراریه. من اونایش که احساس میکنم بیشتر مورد سوال هست و براتون جدا کردم که بدونید. تکست کردین که خب ما آیا حتما باید از داماک خونه بخریم؟ خیر. کی گفته شما حتما باید از داماک خونه بخریم؟ شرکت سازنده زیاد، قدرت انتخاب شما هم بالاتر. شما تو سوپرمارکت تشریف میبرید، حتما یه برند شامپو هست، حتما یه برند شکلات هست. شما میخواید ماشین بخرید، فقط یه مدل ماشین هست بخرید. شما میخواید ساعت بخرید، فقط یه مدل ساعت هست که بخرید. خیر. ولی اگر شرایطتون ایجاب میکنه که چیز بهتری خرید بکنید، ما در خدمتتونیم. خب سوالاتی که کردید بیشتر تو مقام مقایسه است. مثلا میگید فلان شرکت به نسبت داماک. ببینید، اگر دنبال سازه‌ای هستید که هیچ وقت جلوش هیچ ساختمونی ساخته نشه، برند باشه، سرویسش اوکی باشه، مشکلی نخورید و همسایه هاتون، ببینید همسایه ها خیلی مهمه. همسایه هاتون همسایه باشه که در حد شخصیت و کلاس خانواده ایرانی باشه، قطعا غیر از داماک جایی نیست. هستن شرکت هایی که ساختمون های بعدی هم ندارن ولی خودشون جلو خودشون میسازن. ما تمام پلاک هامون، تمام زمین هامون بر خیابونه یا دور میدونه یا رو به دریاست یا چسبیده به شاپینگ ماله. چون ما عقیدمون بر این هستش که لوکیشن قابل تغییر نیست. از یه آمریکایی که بپرسید 3 شرط برای خرید یه خونه چیه، میگه اول لوکیشن، دوم لوکیشن، ولی سومی چی؟ بازم لوکیشن. لوکیشن چیزیه که هیچ وقت نمیتونی تغییرش بدی. ویو چیزیه که هیچ وقت نمیتونی تغییرش بدی. داخل ساختمون اگر مشکل با نقشه داری، مشکل با کاغذ دیواری داری، جابجایی تیغه ها، کابینت، سرامیک، کف، سقف، هر جا باشه قابل تغییره. اساس کار قابل تغییر نیست. ما اساسی کار کردیم. تمام پلاک های داماک در تاپ لوکیشن و ناب لوکیشن هستش. چه اونایی که توی دبی ساختیم، چه اونایی که توی ابوظبیه، چه اونایی که توی مصر، چه اونی که تو لبنانه، چه اونی که تو لندنه، چه اونی که تو عربستان سعودیه و بقیه کشورهایی که ساخت و ساز داشتیم. بنابراین در مقام مقایسه ما مدعی هستیم که بهترین رو داریم بهتون ارائه میدیم. خب بعضیاتون سوال میکنید، میگی آقا میگن فلان شرکت بهتره. خب اگر بهتره و شما به این باور رسیدی که بهتره، قطعاً برید سراغ اونی که بهتره. چون ما خودمونو میشناسیم، چی هستیم، چی میسازیم، چه برندی هستیم.
آنالیز خانواده برای مهاجرت چیزی هست که هیچ کجا بهش به دید یک فروشنده اهمیتی برای ایده شما قائل نیستن. حتی همینجا تو خود داماک سایر بخش‌ها فقط دستورالعملشون فروش یک ملکه. ابدا براشون مهم نیست شما اقامتتون انجام میشه یا نمیشه، حساب بانکی براتون باز میشه یا نمیشه، خانواده شما چند نفره، چند تا پارکینگ لازم دارید، بچه‌هاتون بزرگن یا کوچیکن، دانشجوان یا محصلن. اصلا اینا براشون مهم نیست. فقط مهم این هست که یک واحدی به شما، یک ویلایی به شما فروخته بشه. ما تو بخش فارسی دفتر مرکزی داماک به خاطر شرایطی که میدونیم شما در ایران دارید، موظفیم قبل از اینی که بسته خرید شما رو جلوتون بذاریم آنالیز کنیم که چه موردی مناسب خانواده شماست. برای ما در بخش فارسی داماک هیچ فرقی نمیکنه وقتی شما دارید 2 میلیون درهم، 3 میلیون درهم، 10 میلیون درهم یه خونه رو میخرید، این خونه کدوم از سازه های ماست. ولی برای شما فرق میکنه، چون شمایی که میدونید بچه هاتون کوچیکن، بزرگن، دانشجوان، محصلن، کار میکنن، چند تا ماشین لازم دارن، چند تا پارکینگ لازم دارن، محل کارشون کجاست، دانشگاهشون کجاست، ترجیح میدید دور باشه، نزدیک باشه، بچه نزدیک به ازدواج دارید، آیا رفت آمدتون توی شهر کجاست. اینا برای ما مهمه که اون نسخه‌ای که لازمه رو براتون بنویسیم. داروخونه ما کامله، برند ترین ها رو ما داریم، لوکس ترین ها رو ما داریم، شیک ترین ها رو ما داریم، خوشویو ترین ها رو ما داریم. ولی اینی که کدومش برای شما مناسبه هم تخصصشو فقط ما داریم. برای همین شفاف بهتون توصیه میکنیم. ببینید، ما اگر چیزی رو که مناسب خانواده شما نباشه نداشته باشیم، شفاف بهتون میگیم از داماک نخرید. چون ما 2 تا 3 تا مشتری در روز کمتر یا بیشتر هیچ توفیری به حالمون نمیکنه. ما تو 193 کشور فروش داریم. متوسط فروش ما، نه بخش فارسی، کل داماک رو عرض میکنم به صورت جهانی، در روز بین 40 الی 70 آپارتمان و ویلاست. فروش روزمون رو عرض کردم که اگر 8 ساعت کاری رو در نظر بگیرید، ما بین هر 5 تا 10 دقیقه 2 الی 3 قرارداد داریم. پس 1-2 تا کمتری و بیشترش به حال ما فرقی نمیکنه. ولی اینی که به شما ادوایز بدیم از ما نخرید، اون چیزی که شما میخواید ما تو داماک نداریم، شاید شما از ما نخری، یک عدد بسیار کوچیکه که دیده نمیشه تو سیستم داماک، ولی به این باور میرسی که مشاوره درست بهت دادیم، دوست شما، همکار شما، همسایه شما، برادر شما، خواهر شما از طریق شما به ما معرفی میشه و ما به این سبک فروش اعتقاد داریم. راهنمایی درست. بنابراین اگر صلاح بدونیم که چیزی که ما داریم مناسب شما و خانواده شما نیست، تو بخش فارسی داماک فقط ما به شما ادوایز میدیم که از ما نخرید. داماک نداره اون چیزی رو که شما میخواید. خب بریم سر مورد دیگه. بعضیا سوال میکنید، حالا اسم میارم، مثلا اعمار، نخیل، کمپانی خوبی هم بد نیستن در مقایسه با داماک هیچی، ولی کمپانی های خوبی هم. کار به بقیه اون شرکت ها که هندی و پاکستانی و اینا هست نمیگم بدن به خاطر نشنالیتیشون، تیپ همسایه هاشون مناسب فرهنگ ایرانی نیست. تیپ همسایه هاشون میاد مقایسه میکنید، میگید که خب من میخوام بخرم، آقا مثلا اعمار بهتره، یا آقا میگن نخیل بهتره، میگن داماک فلانه، میگن نخیل اینه، اعمار اونه. ببینید شما من میخوای کمپانی رو بخری، من میخوای شرکت رو بخری،
شما میخوای یه دونه 2 تا فوقش 3 تا، نه اگه سرمایه گذاری 10 تا 20 تا خونه بخری، باید ببینی اون چیزی که شما میخوای بخری ما داریم، از ما بخرید. نداریم، از ما نباید بخرید. ما هیچ اجبار و توصیه‌ای نداریم. شما یه دونه خونه میخوای بخری، شما فرض بگیر یه خانواده 7 نفره هستی، مراجعه کردی به نمایندگی تویوتا، بنز، مشاور اون کمپانی به شما باید یک ون یا یک ماشین فورویلی که 7 سیت 7 صندلیه معرفی کنه. اگر شما مراجعه کردی به بنز و گفتی ما یه خانواده 2 نفره هستیم، منم و همسرم، منم و دوست دخترم، منم و خواهرم، اونجا باید به شما یه ماشین کوپه 2 نفره معرفی کنه. کمپانی رو که نمیخواید بخرید، میخواید یه خونه بخرید. اگر اون خونه‌ای که میخواید بخرید داماک داره، که قطعا داره، چون ما برای همه جور سلیقه متراژی داریم، اولویت یکتون باید باشه داماک. اونی که برند میشناسه، اونی که بنز میشناسه، اونی که رویز رویز میشناسه، اونی که بنتلی میشناسه، اگر پولشو داشته باشه هیچ وقت تویوتا نمیخره، هیچ وقت بی ام دبلیو هم نمیخره. اگر پولشو داره قطعا میاد داماک، چون همسایه هاش براش مهمه، چون ویو خونش براش مهمه، چون ارزش افزوده خونش براش مهمه، چون اینکه با پیش پرداخت سند بگیره براش مهمه، اینکه اقامتش، حساب بانکیش، اینا همون اول براش انجام بشه مهمه، اینی که ادوایز بگیره بچه‌هاش کدوم دانشگاه برن، از کجا ماشین بخره، چطوری وام بگیره، براش مهمه. قطعاً میان سراغ داماک. ما اینا رو میگیم به عنوان تبلیغ، نه به عنوان راهنمایی. هر چیزی که 4 تا چرخ داره ماشین نیست. هر چیزی که 4 تا چرخ داره میتونه شما رو بره ته دره، مثل همون که اسمشو نمیارم. اونایی که دنبال ساختمون خوب هستن قطعا انتخاب اول شما هستید. یه سری موارد دیگه هست که تو برنامه‌های بعدی باید خدمتتون بگم که خیلی مهمتر از این قضیه است که الان صحبت کردم. اینم به خاطر سوالاتی بود که شما داشتید، یه جوری در واقع پاسخ سوالای شما بود. هر مشاوره خواستید من در خدمتتونم، میتونید مستقیم با من تماس بگیرید. ازتون خواهش میکنم به خاطر خانواده‌تون، به خاطر خودتون، بدون هماهنگی و مشورت با من اصلاً و ابداً 1 ریال جایی هزینه نکنید. تشریف بیارید دفتر ما، فیس تو فیس بشینید روبروی من، روبروی مدیر ارشد بخش فارسی خانم منفره، صحبت کنید، مشاوره بگیرید، بعد فکر کنید، تصمیم بگیرید، بعد اقدام به خرید کنید. مهاجرت شما فقط خرید یه خونه نیست، خونه زندگیه. بنابراین تمام جوانب رو باید در نظر بگیرید که اون در تخصص ماست. هیچ کجا، هیچ شرکتی و در خود داماک هیچ بخشی به جز بخش فارسی این امکانات نداره. وقتی این برنامه‌مون تموم شد، انشالله برنامه بعدی در خدمتتونم و شرایط رو براتون بیشتر توضیح میدم. خدا